سلام دوستان، باکس بعدی آماده شد. سایز این باکس 45 در 50 با ارتفاع 30 هستش. باز هم به 4 قسمت تقسیم شده. جنس کار کرفوم هستش. باز هم بندینک‌های برزنتی، تمیزکاری با نوار برزنتی انجام شده. داخل کار هم با این قسمت های تقسیم بندی با نماد کوبیده مقاوم سازی شده. جدا از اینکه خود کار آستر داشت، من از آستر جدا کار کردم براش که کار تمیزتر باشه، چون این باکس ها رو برای لباس سفارش دادم. مبارکشون باشه. سلام دوستان، امروز با این باکسی که برای یکی از عزیزان دوختن در خدمتتون هستم. متاسفانه کار بزرگه، تو کادر کامل جا نمیشه. به این کار سایزش 45 در 60 هست که ارتفاع اون هم 30 هستش که مشتری چون کمدشون کشو نداشت و به صورت طبقه ای بود، میخواستن که وسایل تو کمدشون رو بتونن خیلی راحت ارگانایز کنن که من داخل کار هم به 4 قسمت براشون تقسیم بندی کردم که راحت بتونن وسایلشون رو جا بدن. از بغل هم براشون 2 دسته برزنتی کار کردم، جنس خوبشو که راحت تر استفاده بکنن. جنس کار کرفوم هستش که من یک مقدار پارچه‌ش رو بهتون نشون میدم. با اینکه خودش آستر اسپان داشت، ولی من باز براشون آسترکشی مجزا انجام دادم که کار زیبایی خودش رو داشته باشه.